سلام. برنامه این قسمت فکت رسانه رو میخوام با تبریک قهرمانی تیم تراکتور آغاز کنم. تیمی که به واقع مستحق ترین تیم بود در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر برای قهرمانی و با خریدهای خوب و با یک کادر فنی مجرب و قوی مثل دراگان اسکوچیچ که یکم نامهربانی در حقش شد در جام جهانی 2022 قطر و کارلوس کروش جای اون آوردن فدراسیون نشین ها و در نهایت او رو برکنار کردن. حالا اومد یه جوری انتقام هم گرفت، تیمش قهرمان شد با قدرت، بهترین خط حمله، بهترین خط دفاع، بیشترین پیروزی، کمترین باخت و همه اتفاقات خوب رو داره رقم میزنه. 2 هفته مونده شاید رکورد فرهاد مجیدی رو هم زدن. اما اون چیزی که میخوام در پس این قهرمانی رو تبریک بگم اینه که رسانه ملی کشورمون دریغ از یک تبریک، دریغ از یک برنامه ویژه‌ای که آقا بگن همون شب تراکتور قهرمان شده، میتونستن هم حدس بزنن، میتونستن آیتمایی آماده داشته باشن، خیلی چیز سختی نبود. اما همون شب برنامه شبای فوتبالی میاد درباره نساجی قائمشهر و امکان سقوط این تیم به رقابت‌های لیگ یک که چیزی اولش 80% وقت برنامه رو اختصاص میده، مصاحبه میکنه با مدیر عامل، مربی و اصلا اتفاقات خیلی عجیب غریب. اینها نکاتیه که باید بهش فکر کرد، تحمل کرد که چرا یک تیمی مثل تراکتور که بعد 55 سال برای اولین بار قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شده اینجوری باش نامهربونی میشه. شاید دلیلش رفتن یه سری ستاره‌های یک تیم خاص به این تیم بوده، شاید دلایل دیگه داشته، شاید اصلا دوست نداشتن تراکتور قهرمان بشه و شد، اتفاقی که برای فرهاد مجیدی سال 1400 افتاد. خدمتتون عرض کنم که تراکتور سازی تبریز 10 سال پیش هم میتونست قهرمان بشه. خاطر علاقمندان و هواداران خونگرم این تیم هست که اون اتفاقی که اصلا 100 سال بار هم میفته در فوتبال ایران، بازی که در تبریز برگزار شد 3-3 شد تراکتور سازی و در نهایت بازی که قضاوتش علی فغانی به عهده داشت، از این ور قضیه هم سپاهان تو اصفهان بازیشو همزمان برد و تلفن‌ها قطع شد، اینترنت قطع شد تا در نهایت تراکتور قهرمانی از دست داد و هنوزم سواله برای همه هواداران فوتبال، برای همه علاقمندان فوتبال. بریم یه خبر دیگه هم مرور کنیم. 2 هفته مونده به پایان لیگ و با شکست این هفته سپاهان مقابل گلگهر در اصفهان و پیروزی پرسپولیس مقابل مس رفسنجان یکم سهمیه درش شک و شبهه وجود اومد که آقا سهمیه اون نیم سهمیه ایران برای رقابت‌های لیگ نخبگان از نصیب کدوم یک از این دو تیم میشه. تراکتور که مستقیم رفت لیگ نخبگان سال آینده، ما یک نیم سهمیه هم داریم که تو پلی آف همین لیگ بعد برن بازی کنن دیگه. حالا یا نصیب سپاهان میشه یا نصیب پرسپولیس. 2 تا بازی مونده که نقش هوادار خیلی کلیده، چون هوادار هم با سپاهان بازی داره هم با پرسپولیس. تیمی که سقوطش مسجل شده به رقابت لیگ یک میتونه که یکی از این دو تیم رو بفرسته مستقیما به رقابت‌های سال آینده پلی آف لیگ نخبگان آسیا. البته نه بعد از بازی حساس استقلال و سپاهان هم بگذریم. اینا رو گفتم بدونید که از همین الان فشارهای متعددی توی رسانه‌های مختلف به ویژه اون خبرگزاری معروف و مشهور افتاده و هر 10 تا خبر 8 تا خبرش ضعف از سپاهان، دعوا، درگیری، مهمانی، پارتی و خبرایی که در حال میبینین و میشنوین. یکم منصف باشیم و از این بازیای نخنما دست بردارین. حرف من اینه و بذاریم هر تیمی که حقشه عنوان دوم و سهمیه رو به دست بیاره که تیمی که شایسته تر از حالا یا سپاهان یا پرسپولیس. یه نکته میگم راجع به وضعیت آکادمی استقلال. آقای اسدی که الان عضو هیئت مدیره است، رئیس ورزش و سازمان سلامت ایران ماله و الان اومده به عنوان مدیر آکادمی باشگاه استقلال، هیچ رزومه استقلالی اصلا پیشکسوت استقلال نیست. نمیدونم آقای نظری جویباری که حالا همین امروز هم خبردار شدیم یه دختر خانمی رو برشتن گذاشتن سخنگوی باشگاه که چند وقت قبل هم یه توییتی زده بود که اصلا استقلالی نیست. این انتصاب ها، این عزل اسباب با چه گرایش ذهنی صورت میگیره باید پاسخگوی هواداران میلیونی این تیم باشه آقای نظری جویباری. حالا آقای تاجرینه که وضعیتش مشخصه، مدیریت رو به زوال باشگاه استقلال دست به هر کاری داره میزنه. حالا برد این هفته 5-1 مقابل آلومینیوم بذاریم کنار، یکم هوادارا آشتی کردن با این تیم، حالا جام حذفی هم داره، ممکنه جام رو بگیره بره لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا سال بعد، اینا رو بذاریم کنار. اینا اتفاقی نیست که به نام نظریه جویباری نوشته شه یا علی تاجرنی یا کلا هلدینگ و شریعت مداری و بقیه دوستان. اصلا اینطوری نیست. شاید اون همیتی که مجتبی جباری در این تیم به وجود آورده دلیل اصلیش باشه. راجع به استقلال و وضعیت مدیریتی این تیم طی روزهای آینده حتما در قسمت‌های بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد. نکته دیگه‌ای که خیلی حائز اهمیت است پرونده فساد در فوتباله که خیلی از هواداران نساجی امیدوار شدن که شاید به جریان بیفته مجدد پرونده که مثل رفسنجان درش درگیر بود و این تیم مستقیم به رقابت لیگ یک بره نساجی بمونه. این هشدار رو میدم به عنوان یکی از کسانی که سالیان سال در بخش رسانه داره فعالیت میکنه
حتما این موضوع رو پیگیری خواهم کرد که اینطوری نیست که سر به زنگا پرونده‌ای که مدت‌ها خاک خورده. خیلی از دوستان رسانه‌ای خودم با قید ضمانت و قید ضمانت چند میلیاردی آزاد هستن و دوستانی که رفتن چند روزی هم بازداشت بودن، طعم زندان هم چشیدن، الان بیرونن و بعضا بازم دارن فعالیت میکنن، وضعیتشون خیلی راحت بشه و الان بگن آقا این پرونده اومد و مثل رفسنجان رو بندازیم که نساجی بمونه. چرا؟ چون مالکش آقای حدادیانه و چارتر اختصاصی پروازهای تیم ملی فوتبال رو به عهده داره و اون دوستی رفاقتی که واقعا مهدی تاج داره. اینا رو حتما واکاوی خواهیم کرد. و یه نکته غیر فوتبالی هم خدمتتون عرض کنم که انتخابات فدراسیون بدنسازی و کاراته ثبت نامش آغاز شده. چیزی هولوش 50 نفر، حالا 40 اندی نفر ثبت نام کردن. شاهکار مدیریتی تو ایرانه. اصلا من به اسامی کاری ندارم، حتما ریزبینی خاصی خواهیم داشت در این مورد، اما تو بخش منهای فوتبالمون. اما خیلی جالبه که فدراسیون کاراته یه سرپرست به نام آقای صوفی رو برده تو این چند وقتی که اونجا بوده، تو این مدت 6 ماه کلی عزل و نصب کرده و با وجود اینکه میدونسته خودش نمیتونه طبق قانون کاندید بشه، دبیر فدراسیون، کمیته، مربی همه رو عوض بدل کرده. یک مثال خیلی عمده است از هزاران شاهکاری که تو ورزش ایران اتفاق میفته. فدراسیون بدنسازی هم همینطوره. نمیدونم واقعا اگر پست بدنسازی، پست ریاست فدراسیون کلا، حالا بدنسازی، کاراته و اگر واقعا حقوق نداره به گفته خیلی از رؤسای فدراسیون، از وقت زن و زندگی هم براش میذارن که چرا انقدر سر دست براش میشکنن. اما اگر هست چیزی که واقعیت ماجراستی داریم میبینیم، گفتم 40 اندی نفر ثبت نام کردن و صلاحیت اینا هم کلی وقت خواهد گرفت. یه نکته آخری هم بگم که خیلی خبر مهمیه. تابعیت آقای احمد دنیامالی و 4 نفر از اعضای خانواده‌اش تابعیت بریتانیا رو دارن، اون چیزی که تو خبرها اومده و ظاهرا رئیس قوه قضاییه هم درخواست کرده که استعفا بدن، اون چیزی که حالا خبر تایید نشده ایه. اما همینقدر بدونی که به همین دلایل بود که یکی دیگر از اعضای کابینه آقای پزشکیان مجبور به استعفا شد. در همین حد در جریان باشید که اگر این اتفاق بیفته طبق قانون، فدراسیون دیگه هم هستن که افراد دو تابعیتی درش مشغول به کار هستن، حالا یا در پست ریاست یا در پست دبیری و پست‌های دیگه، قانون میگه که نمیشه همچین اتفاق بیفته. شخص وزیر ورزش هم از این قاعده مستثنا نیست. عرض کردم خبر تایید نشده، حتما ساعت صبح من این خبر رو پیگیری خواهم کرد. در بخش بعدی فکت رسانه تقدیم حضورتون خواهم کرد. اینجا فکت رسانه‌ایه، شک نکنید، حواسم بهتون هست و با خبرهای جدید با ما همراه باشید.